اگه تو هم یه باکس چوبی ساده یا قدیمی داری که دلتو زده با یه سنباده و کاغذ دکوپاژ بالکی که توی کپشن بهتون گفتم از کجا تهیه کنیم همراه من باشین تا بدون هیچ پیش زمینه هنری اینو خوشگل‌تر کنیم. طرحو به اندازه سطحمون برش میزنیم و با چسب چوب رقیق شده یا چسب دکوپاژ اونو از بالا به آرومی میچسبونیم. واسه اینکه چروک کمتری بیفته با یه نایلون و کارد هواگیریشو هم انجام میدیم. حالا وقت رنگامیزیه که من از ترکیب رنگ سفید و اکر استفاده کردم. هم با قلمو هم با ابر نرم میتونیم رنگ بزنیم. شما توی همین مرحله میتونین کارو تموم کنین، ولی با شابلون و رنگایی که توی طرح استفاده شده میتونیم جزئیات رو بیشتر کنیم و بدون اینکه خودمون نقاشی و طراحی بلد باشیم این نقش و نگارهای زیبا رو به طرحمون اضافه میکنیم و با ته مونده رنگ توی ابرمون جزئیات بیشتری اضافه میکنیم. استفاده از وارنیش براق یا مات فراموش نشه. اینم از نتیجه کار. حالا به نظرتون زمینه ساده قشنگ‌تر جزئیاتی که اضافه کردم؟